سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این ویدیو تحلیل قبلیمون رو آپدیت میکنیم و آموزش حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیکو داریم و توی ویدیوهای بعدی دونه دونه از المان‌های تحلیلگری رو بهتون آموزش میدم. از پایه شروع میکنیم، مرحله به مرحله، مو به مو با دقت پیش میریم. تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب میریم اون چارت. آخرین حرفی که زدیم، این خط پایین رو دقت کن، این خط رو و این خط رو در نظر گرفتیم. خط بالایی رو گفتیم برای بول مارکت و تا زمانی که اینجا زده نشه حرکت صعودی نداریم. خط پایینی هم گفتیم زمانی که این زده بشه و این زیر تثبیت بده ما سطوح پایینتر رو میبینیم. سطوح پایینتر هم میشه یا اینجا یا اینجا که به احتمال زیاد جوری زمان سپری بشه که ما همزمان روی این ترن لاین و این ناحیه استاتیک بخوریم و اینم از تجربه میاد. حالا با همدیگه پیش میریم، شما هم قطعا این مورد رو تجربه میکنید که با ترن لاین ها میتونید زمان رو شناسایی کنید. نکته اصلی که اینجاست، ببین درسته این خط سل ما زده شده ولی تثبیتی زیرش نیست که ما بخوایم روی این حساب کنیم که آیا بیت کوینمون میاد پایین یا نه. در حال حاضر تو اینجای مارکت کار خاصی روی آلت کوین ها نمیشه انجام داد مگر اینکه بخوای DCA کنی، یعنی پله‌ای خرید کنی و اونم توصیه من نیست. کلا کار من اینه که زمان درست خرید و شناسایی میکنم با تحلیل بیت کوین و در زمان درست گین صعودی رو از آلت کوین ها میگیریم. پس فعلا هیچ کاری نمی کنیم. خب حالا تایم پایین تر هم میخوام براتون بررسی کنم، متوجه میشید که قرار بیت کوین چه حرکتی بزنه. ببین الان تو تایم فریم 3 روزه دارم عین تحلیل قبلی میدم و اگه ویدیو قبل رو ندیدی برو ببین که نوع تحلیلگری من دستت بیاد که الان هر صحبتی داریم طبق همون تحلیل قبلیه. آرسای باز میکنیم، چیز خاصی دیده نمیشه تو آرسای. تو این یه تیکه آخر دقت کن، تو این یه تیکه آخر آرسای تو این تایم فریم نه به ما المان بای میده، نه به ما المان ریزشی میده، نه ترن لاینی داره، نه واگرایی داره، نه واگرایی مخفی داره. اون 3 مورد آرسای بود، هیچ کدومو نداره. اوکی، پس تو این تایم چیزی نصیبمون نمیشه. تایم فریم پایین تر 2 روزه هم همینطور، 1 روزه هم توی آرسای. اینجا رو دقت کن، توی آرسای یه بچه واگرایی من دارم میبینم بین این دوتا کف و این دوتا کف آرسایی که واگرایی ها چی بود؟ واگرایی مثبت رو کف آرسایی شکل میگیره. روی قیمت 2 تا کف پایین تر از هم داریم، روی آرسایی 2 تا کف بالاتر از هم داریم و این داره به ما میگه که قیمت پایین تر از این نمیتونه بیاد. منتها اگه داره نکته داره، واگرایی ما مولتی تایم فریم نیست، فقط تو تایم روزانه است. خب اعتبارش کمه و هنوز تایید نشده. چجوری تایید میشه؟ زمانی که حرکت صعودی شکل بگیره و بیت کوین یکی از شروط صعودی رو بزنه و این خطی که الان براتون میکشم یکی از شروط صعودی شدن حمایت داینامیک دیگه، خط روند. خب پس ما شروط بایمون رو میذاریم بعد از این خط و بعد از این سقف. اینجا رو دقت کن، این آخرین سقفیه که آخرین کف رو ما داده. تا زمانی که این سقف زده نشه اصلا نمیتونی بگی که چرخش اتفاق افتاده و مارکت میخواد صعودی شه. این برای تایم پایین ها، تایم بالا سر جای خودش. اوکی، پس ما میایم شروط ورودمون رو میذاریم بعد از این سقف که وقتی بخواد به این سقف برسه، بخواد به اینجا برسه، قطعا این ترن لاین هم شکونده و میاد و حرکت صعودیشو انجام میده. این از شروط بایمون. شروط سل هم هنوز پابرجاست، همین خط همچنان پابرجاست ولی زمانی که این زیر تثبیت بده، بذار با موس بیارم، زمانی که قیمت این زیر تثبیت بده یعنی بسته شدن کندل زیر این خط باشه، اون میشه تثبیت. بسته شدن کندل روزانه، الان تو تایم روزانه داریم صحبت میکنیم. اوکی، و
الان چی کار میکنیم؟ بچه الان هیچ کاری نمی کنیم. ما هر لحظه نباید رو چارت یه کاری انجام بدیم، یه تریدی انجام بدیم. مثلا تریدر شدیم که همیشه کار نکنیم، تحلیل کنیم، تشخیص درست زمان خرید و فروش رو در بیاریم، اون موقع خرید میکنیم. تایمایی که هیچی نیست به زندگیمون میرسیم، به خانوادهمون میرسیم، روی رشد ذهنیمون کار میکنیم، روی رشد جسمیمون کار میکنیم. اینه که یک تریدر موفق رو از یه تریدر غیر موفق جدا میکنه. تریدرهایی که از کریپتو ثروتمند شدن با این روش پیش میرن، صبر میکنن، شکارهای بزرگ رو انجام میدن. اوکی، بریم باز حالا ادامه حرفمون. هنوز سر این هستم که بیت کوین بخواد این پایین تر رو ببینه، چون الان نه شروط بایمون رو زده و نه شروط سلمون رو. احتمال زیاد، چون این کف قبلیش رو از دست داده اینجا رو، احتمال زیاد این زیر تثبیت رو بده و ما روند ریزشیمون رو شروع کنیم. حالا این رو بررسی میکنیم، یا از این سطح بلند میشه یا خودش رو به ترند میرسونه. هر هفته باید باش پیش بریم. اوکی، هفته یه بار تحلیل میکنی، دونه دونه مسیرت رو در میاری و با همون میری جای درست خرید میکنی. اوکی، فعلا بیت کوین ما کار خاصی نکرده. شما هم برید این ترند لاین رو بندازید تو تایم فریم روزانه. ممکنه از این ترند لاین یه سلی هم داشته باشه که بیاد این زیر تثبیت بده. تثبیت داد، زیر این خط تثبیت داد، بیت کوین تا این پایین میاد. بالای ترند لاین اومد و شروط بای ما رو فعال کرد، بیت کوین حرکت صعودی شروع میکنه و اینجا اگه حرکت صعودی رو شروع کرد میریم روی آلت کوین ها، میبینیم کدومشون پتانسیل حرکت خوب دارن، کدومشون، دقت کنید اینجا رو، کدومشون مثل بیت کوین واگرایی روزانه داره. نکته اینه ها، چارتش باید شبیه بیت کوین باشه، روی اونا گین میگیریم. رو خود بیت کوین هم میشه گرفت، مشکلی نداره، ولی سودای خوب الان توی آلت کوین است، سودای سنگین توی آلت کوین است. اوکی، پس این از تایم روزانه بیت کوین. حالا تایم فریم های پایین‌تر هم خیلی سریع براتون چک میکنم که اگه نکته آموزشی داشت با هم پیش بریم. خب تو RSI هایی که چیز خاصی نمیبینم تو این تایم فریم، تو تایم فریم 4 ساعتم همینطور. ببین نه واگرایی میبینم اینجا، نه واگرایی مخفی میبینم، نه ترند لاین درستی داره، پس روش حساب نمی کنیم. اوکی، یه نکته آموزشی بخوام بهتون بگم، ببین این از دید روانشناسیه، اینجا رو دقت کن. بیت کوین ما همین یه تیکه آخرش میخوایم صحبت کنیم، از با همین موس خود اسکرین رکورد توضیح بدم. از این بالا شروع کرده حرکات ریزشی. اوکی، درسته؟ قدرت و شتاب حرکت‌های ریزشی رو دقت کن. شتاب حرکت صعودی رو دقت کن چقدر کمتر، در زمان بیشتری مسافت کمتری رو طی کرده، ولی ریزش بعدش رو ببین، در یک زمان کم ریزش شدیدتر، مسافت بیشتر. این داره هنوز به ما قدرت روند نزولی تو این تایم فریم رو میگه. تایم فریم بلند هفتگی صعودی یا کاری به اون نداریم. تایم فریم 4 ساعته قدرت روند نزولی زیادتره. و ناکن یه دقت کن اینجا رو، بیا روی این ریزش میشه موج اصلی تون در زمان کمتری اتفاق افتاده و این صعود زمانبر رو به بالا میشه موج فرعی یا همون کارکشن. و من یه همچین چیزی توی بیت کوین میتونم ببینم که وقتی این کف کارکشن ما رو شکست بیاد پایین، این شرط سل ما بود، شرط سل رو اکتیو کنه و ریزشش رو انجام بده. بیشتر وزنمون روی ریزشه، ولی تا زمانی که این خط، این شروط سل ما و شروط بای ما اکتیو نشده، هیچ کدومون نمیتونیم بگیم که قطعا اتفاق میفته. اوکی، خیلی نکته بزرگی تو اینه ها، تو این که 2 تا شرط تعیین کنی، خیلی نکته بزرگیه. هیچ کسی این کارو نمیکنه، همه یک جهت رو در نظر میگیرن و به خاطر همین اکثریت میبازن، برداشون شانسی میشه. مارکت نوستراداموس نیستی که بگی میره بالا یا میاد پایین، قطعا باید برای 2 تا حرکت پلن و برنامه داشته باشی. خیلی نکته مهمیه. پس چی شد؟ یه بار دیگه تایم پایین رو مرور کنیم. موج اصلی ما ریزشیه، کارکشن ما
صعودیه، یعنی موج فرعیمون صعودیه و ما منتظر موج اصلی به سمت پایین میمونیم. اگه شرایط سلمون این خط رو اکتیو کرد، زیرش تثبیت داد، میشه حتی پوزیشن سل هم گرفت. اگه این اتفاق نیفتاد چی؟ این ترن لاین باید شکسته بشه، شروط بای ما که میشه این خط زدن این سقف اکتیو بشه، بالاش تثبیت بده، حرکت صعودی. میریم روی آلت کوینا بای میگیریم، آلت کوینایی که شبیه بیت کوینن. اوکی، کل پرونده بیت کوین الان بسته شد با همین 2 تا تایم فریم، 3 تا تایم فریم. مثلا احتیاجی نیست تایم‌های پایین‌تر. تایم بالاتر RSI رو چک می‌کنی، RSI بهت نشونه داد، همونو میری. فعلا نشونه بای توی RSI روزانه یه واگرایی داریم، کافی نیست. تک المانی کافی نیست، باید 2-3 تا المان دیگه هم بیاد. منتظر میمونیم شروط بایمون بخوره یا شروط سل. اوکی، الان چی کار میکنیم؟ الان روی بیت کوین هیچ کاری انجام نمیدیم. این 2 تا خط رو بنداز، خط بای، بذار رنگش هم برات، بای سناریو، خط پایین سل سناریو. تثبیت بالای هر کدوم شرایط رو اکتیو میکنه. خب حالا بریم سر آموزشمون. ببین ما 4 تا رکن برای تحلیلگری داریم: مقاومت‌ها و حمایت‌های استاتیک و داینامیک، RSI، روانشناسی، فیبوناچی. اوکی، فیبوناچی هم برای زمانهایی که شما نمیتونی با حمایت و مقاومت‌های استاتیک و داینامیک چیزی پیدا کنی، باید از فیبوناچی استفاده کنی، اونم کار میکنیم. تو این جلسه فقط مقاومت و حمایت‌های استاتیک رو با هم بریم که زیاد پیچیده و شلوغ نشه، که تو جلسات بعدی خیلی چون شما باید هر جلسه که آموزش می‌بینی بری تمرین کنی دیگه. تمرینتو تو این یه هفته انجام بده تا آپدیت بعدی، تا تحلیل بعدی و آموزش بعدی که در ادامه تحلیل بعدیه، شما حرفه‌ای شده باشی توی حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک. آقا اصلا استاتیک و داینامیک یعنی چی؟ استاتیک یعنی ثابت، داینامیک یعنی در حال حرکت. ما خط روندها، بذار برات بکشم، ما خط روندها، کانالها و حالا مثلث و اینا که با خط روند درست میشه رو میگیم مقاومت و حمایت داینامیک. سطح‌های صاف رو، سطح‌های استاتیک رو میگیم مقاومت و حمایت‌های استاتیک. خیلی هم چیز راحتیه، اصلا پیچیده‌اش نکنید برای خودتون. بگید سقف و کف، اصلا استاتیکشو نگو، سقف و کف. اوکی. حالا ناحیه‌های استاتیک رو چجوری در میاریم؟ کلاً 3 تا رکن اصلی داره ناحیه‌های استاتیک. 1، توی روند سقف و کف‌ها همشون ناحیه استاتیکن. 2، نواحی که قیمت خورده و ریاکشن‌های شدید داده، اصلا دور زده از اونجا، یه مدت از اون نواحی روند مثلا داشته میریخته پایین، خورده به یه ناحیه صعودی شده یه تایمی، اون ناحیه استاتیک مهمیه چون تغییر جهت داده قیمت. همینطور برعکسش، بذار برات بکشم، بیا رو چارت. قیمت داشته می اومده بالا، خورده به ناحیه و ریخته و یه مدت طولانی نتونسته رد شه. این ناحیه مهمیه، برای همین ما شرط بولرانمون رو گذاشته بودیم این ناحیه زده شه. این ناحیه زده شه با اطمینان خرید میکنی. اوکی، پس چی شد رکن اصلی؟ بیا دوباره رو چارت. 3 تا رکن بود، 2 تاشو تا الان گفتم، الان همشو رو چارت دوباره بهت میگم. ببین این موج صعودی رو میبینی توی روند، حالا چه روند نزولی چه روند صعودی، سقف ها که میشه الان سقفمون این، کف ها، سقف ها، کف ها، سقف ها، کف ها میشن نواحی استاتیک. دومین مورد، نواحی که قیمت بهش خورده و شدیداً ریجکت شده که همون سقف و کف هاست. اوکی، حالا من اینو برای تایم بالا میخوام بگم، دقت کن. تایم بالا این ناحیه، خب اینجا قیمت بهش خورده ریخته، دوباره دفعه دوم هم خورده ریخته. یا مثلا این کف قیمت اگه یه زمانی اینجا برسه، این کف خیلی مهمه. اوکی، نواحی که قیمت خورده و ریاکشن‌های شدید داده، حالا توی ریزش میشه بالا، در حرکت صعودی میشه سقفی که باعث ریزش شدید شده.
که بازم میشه همون سقف و کف‌ها در یک روند، حالا یا روند صعودی یا روند نزولی. سقف‌ها و کف‌ها ناحیه استاتیکن. سومین رکنی که باهاش میتونی ناحیه استاتیک در بیاری فیبوناچیه. کجا به کار میاد ابزار فیبوناچی؟ ابزاریه که ما باهاش درصد اصلاحات و درصد موج‌های پیش رو میزنیم که حالا از علم ستاره شناسی و اخترشناسی و اینا اومده و تو کل جهان هستی این فیبوناچی هست. تو بدن انسان هم هست، تو پیچش موی انسان هم هست. کلا کهکشان‌ها و کیهان از این فیبوناچی تشکیل شده. برای همینه که انقدر خوب جواب میده. ولی ما ازش موقع‌هایی استفاده میکنیم، در نواحی استفاده میکنیم که آقا سقف و کف درست حسابی نداریم، موج درست حسابی نداریم، اصلا مارکت گذشته نداره. مثال بزنم، ببین بیت کوین الان برسه به این قسمت‌ها اصلا گذشته‌ای نداره که بخواد از روش ما سقف و کف دراریم. یعنی بیت کوین بیاد تو این سقف ATH بزنه، فقط با فیبوناچی میتونه اینجا رو دراری. یا اگه این موج صعودی ما، دقت کن، این موج صعودی ما خیلی تیز اومده بود بالا، یعنی به اصطلاح سقف و کفی توش نبود، ما نمیتونستیم نواحی استاتیک بکشیم، چیکار میکنیم؟ میایم با ابزار فیبوناچی. الان نمیخوام فیبوناچی رو باز کنم، آموزشش میفته برای جلسات آینده. میایم با ابزار فیبوناچی اصلاح این موج رو در میاریم. ببین الان قیمت، میخوام فقط بهت نشون بدم و گوشه ذهنتو درگیر کنم رو فیبوناچی. قیمت داره میریزه دیگه تو این موج صعودی ما، درسته؟ تو این موج صعودی قیمت داره اصلاح میکنه، میریزه. میخوای حمایت دیگه، مقاومت کن، حمایت ها یا همون ناحیه های استاتیکش رو براش در بیاری. الان داریم فیبوناچی رو میگیم ما، اوکی؟ یعنی حالتیه که تو نه سقف و کف درست حسابی داری، نه ریاکشن های شدید داری، مجبوری از فیبوناچی استفاده کنی. میای فیبوی اصلاحی رو میندازی، پام خواب رفت. فیبوی اصلاحی رو میندازی، اوکی؟ من الان توی این موج، بین این موج یه فیبوی انداختم که کلیک اولم پایینه، کلیک دومم بالا، میاد درصدای اصلاح رو به من نشون میده. لول 300 اینجاست، لول نیم اینجاست، لول 600 اینجا، لول 700 اینجا. یعنی لول های مهم فیبوی اصلاحیه. خب ما یه موجم اینجا داریم دیگه، درسته؟ الان ناحیه های استاتیکی که فیبوی اصلاحی به من داده همین سقفه. ما نگفتیم سقف و کفا، درسته؟ همین کفه. مگه نگفتیم سقف و کفا خودش نواحی استاتیکه؟ دیدی؟ یه دونه همین وسط داده، ولی حالا لول نیمه دیگه، لول نیم. چون اگه 300 رو رد کنه احتمالاً تا 600 میاد، رو نیم زیاد نمیشه حساب باز کرد. 300 و 600 از همه بهتره. اوکی، پس فیبوناچی هم همون نواحی سقف و کف رو میده. زمانی که نتونی از اون استفاده کنی، از فیبوناچی استفاده میکنی. پس اینم از حمایت ها و مقاومت های استاتیک. تمرینت چیه؟ میری رو چارت، روندها رو پیدا میکنی. چجوری روند رو پیدا میکنی؟ گفتیم نشونه روند صعودی اینه که سقف و کف ها از هم بالاتر باشه، نشونه روند نزولی اینه که سقف و کف ها از هم پایین تر باشه. روند صعودی و نزولی رو پیدا میکنی، میری توی هر روند کف ها و سقف ها رو به عنوان نواحی استاتیک بر خودت در میاری. کف، 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 سقف، سقف، کف، سقف، کف، سقف، کف. اینا نواحی استاتیک تو هم. میخوای بهتر تاثیر بگیری، میری روی گذشته بازار، تایم فریم های پایین تر، روی آلت کوینا. همین سه تا رکنی که گفتم، سقف و کف ها تو روند، نواحی که ریاکشن شدید داده، فیبوناچی هم که فعلا بیخیال. همین دو رکن، با همین دوتا حسابی تمرین کن. اصلا چیز سختی نیست. تحلیل خیلی راحت تر از اون چیزیه که فکر میکنید و به واسطه تحلیلگری شما میتونی ثروت‌های زیاد به دست بیاری. باید تجربه کنی توش، تمرین کنی و تجربه. هر چیزی که اینجا آموزش دیدی رو تمرین کن که تجربه به دست بیاری و با هم تو این مسیر
تجربه رو کسب میکنیم. و یه بار دیگه بیت کوین هم بگم که اصلا زیادم شلوغ نشه، همین 20 دقیقه کافیه. خیلی خودمونی دارم براتون ویدیو ضبط میکنم. بفرستید برای دوستاتون و حمایت کنید، کامنت بذارید، ساب کنید. قراره بتره کنیم. بول مارکت به زودی شروع میشه. سیگنالایی میخوام اینجا بذارم که نیست در جهان، مثل سیکل قبلی. بیا تو کانال نگاه کن، سیکل قبلی یه کاری کردیم نبود اصلا تو جهان، کسی نتونست اینجوری سیگنال بده. ادعا دارم تو این قضیه، تو قضیه تشخیص روند صعودی و خرید آلت کوین ها ادعا دارم. بیت کوین یه بار دیگه بهتون بگم، خط سبز شرط بای ما، ترند شکست، خط شکست، تثبیت داد بای میگیری. خط قرمز شرایط سل ما، تثبیت داد سل رو میتونی بگیری. این تا اینجا. تایم فریم پایین ترش گفتیم چی؟ موج اصلی ما این ریزش است، این کارکشنه و احتمالاً بعد شکست این کارکشن یک ریزشی داشته باشیم، یعنی این سل ما اکتیو بشه. پس حواستون به سل باشه. دوستتون دارم. تا ویدیو و تحلیل بعدی و آموزش بعدی، خدا نگهدار. امیدوارم که حسابی تمرین کنی. باید تحلیلگر بشی.